صبح صدیقتان با خیر و شادی باشد. همدیاران عزیز، هموطنان مهربان، صرف نظر شما در کدام کارخانه کدام جا کار میکنیم، حتما با جای کاری که داخل شدین با سری میزی کاریتان که نشستین، حتما این مروری زمان است که شما با واسطه اینترنت سر کار میکنید. حتما داخل میشین با اینترنت، با براوزر، یعنی با صرف نظر کدام براوزر است شما، براوزری اینترنت اکسپلورر یا فایرفوکس، یاندکس، گوگل. مهم است همون است که باید سیستم جستجوی ملی داده‌ها همچون روزانه یگانه مقرر کرده شود. و ببینید ما یک چیزی از همه مهم آوریم، یعنی اون چیزهای معمولی که هر روزانه استفاده برده می شود، به مثل باده هوا، به مثل روز، کدام روزا، مثلا امروز سه شنبه 2 январи 24 سال، ساعت الان 7:42. باده هوا امروز плюс 21 درجه می باشد و کورس های مثلا مبلغی اسعار از شمول یورو و دلار و روبل که به همگان لازم است. و پایانتر یعنی گذشته از این کانسپت ها رو میبینین، یعنی اقتصادی رقمی که در ارائه پرزیدنت جمهوری بودن، بعدا اقتصادی سبز حفظی پیریخ و آبرشت استوار، پرداخت غیر نقدی و 20 ساله آموزش فنهای طبیعت شناسی و دقیق. بعدا با پایانتر میریم یک هفتینه رو میبینیم، وقتهای نماز رو میبینیم. این است که معمولا و معمولی در روزانه هر یک استفاده برنده اینترنت امروز با شرط باید و شاید گذاشته شود و برای هم بردباری ها، سربلندی ها، تا اینکه نه تنها یک ساحه فرض کنیم اینترنتی ما، بلکه کلی ساحه ما در پایگاه داده ها انشاءالله پیشرفت خواهد شد. سربلند و سعادتمند باشید.